گاه میاندیشم چندان مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم. همین مرا بس که کوچه‌ای داشته باشم و باران و انسان‌هایی که در زندگیم باشند که زلالتر از باران هستند. درود به همه شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه‌های زنده در مجموعه آوای بوف. خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستیم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های شب‌های شعر در آوای بوف. خیلی خوشحالم عزیزانی که اعلام آمادگی کردن برای اجرای شعر و شعرخوانی در مجموعه. امیدوارم که امشب بتونیم شعرهای خوبی از همه عزیزان بشنویم و دوستانی هم که متاسفانه فرصت نشد که توی تلگرام یا جاهای دیگه در لحظات آخر پیام داده بودند بتونیم اونها را هم هماهنگ کنیم که در برنامه شرکت کنند. اما اگر امکانش رو داشتند و صدا ضعیفه، بذارید پس یه مقدار بلندتر صحبت کنم. فکر کنم چاره دیگه ای نداریم. این هم از مشکلات اینترنت ایران متاسفانه. الان اگه درست شد به من یه اعلام بدید که اگر صدا نیاز هست که بلندتر صحبت کنم یا اینکه تدابیر دیگه بیاندیشم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. امشب با مهمانان خوب و عزیزی برنامه رو برگزار خواهیم کرد. شعرهایی از عزیزان و اساتید خوب کشور و هموطنمون میشنویم و امیدوارم که مورد توجه عزیزان قرار بگیره. همونجور که در برنامه‌های قبلی قرار شد، دوستان تک به تک قرار هست که برنامه‌هاشون رو اجرا بکنن به لحاظ اینکه بتونیم تمرکز بهتر و بیشتری داشته باشیم روی شعر عزیزان. اجازه بدید که من دوستان رو دعوت کنم اگر توی لایو هستن که تشریف بیارن و برنامه رو به مرور شروع کنیم. حالا این وسط سعی میکنم که من اندیشم تا ببینیم اگر صدای من نارسا هست بتونیم که یه مقدار صدا. درود بر شما جناب حجوی عزیز. درود بر جناب قرداغی گرامی و عزیز خودم. حالتون چطوره؟ ممنونم، مرسی. خیلی خوشحالم که دوباره شما رو توی برنامه میبینم. قربانت برم. خواهش میکنم. خب خوبی شما؟ اوضاع احوال همه چی خوب؟ بسیار عالی، خیلی خوشحالم. خب میخوایم در واقع افتتاحیه برنامه امشب رو با شعر شما شروع کنیم که به هر حال استاد ما هستید. قربانتون برم. طبق معمول با زدن آخوند شروع میکنیم. عالی. خیلی عالی. اسم شعر هستش مفسد فی الارض. هر که بر سر بسته مندیل جنس او باشد خراب، قلب او را تیره بین و وعده اش را چون سراب. او لشی بیار و الدنگ است چون انگل به تن، خدعه و نیرنگ کارش ذهن او چون فاضلاب. کودکانش گشته آقازاده در ملک عجم، صدر هر کارند و نامند خود جناب و مستطاب. دزد می باشند و غارتگر چو اقوام مغل، زاغ در فارسی و در لیس عرب باشد غراب. خائن و اهل فروش کشور جم بوده اند، مفسد فی الارض گردد هر که گردد شیخ و شاب. ای جماعت گر کنی تقلید از این قوم لعین،
تا ابد ذهنت بماند همچو تصویری به قاب. ای جماعت خیز از جا، ریز بیرون شیخ را، گر خدا باشد بدان این کار را بیند ثواب. خیلی عالی بود. بسیار عالی بود، بسیار عالی. امیدواریم که هر چه زودتر بتونیم اینا رو بریزیم بیرون در واقع. بله خیلی ممنونم، متشکرم. حالا باز در خدمتتون خواهیم بود در ادامه برنامه. شما خودتون منو جراب کنید تا بعد. خواهش می‌کنم. بله حتما. ممنونم از شعر خیلی خوبتون. مرسی. خیلی ممنون. بله به هر حال با شیخ باید به زبانی دیگر صحبت کرد. شیخ مفسدتر است. شیخ هم فکر نکنم پیدا بشه. آبتین عزیز، درود بر شما. شب شما بخیر باشه. شب شما بخیر. ممنونم که دوباره سه بار آقا، سه اومدید. سه باره شده. به به، سه بار شده. سه باره مجدد. من فقط جامو درست کنم خوب تصویرم باشه. جات خوبه، تصویرت هم خوبه، خودت هم خوبه. خودم نمیبینم خودم رو. خب حل دیگه. خوبه شما؟ خیلی هم عالی، ممنونم. جلسه گذشته یادمه که یه قولی به ما دادی که در رابطه برای با 8 مارس 8 مارس یه شعر اصلا نمیدونم الان تو این مجموعه که جلوم هست 8 مارس باشه یا نه. هنوز فکر کنم یه هفته مونده به 8 مارس. سه شنبه این هفته است دیگه. سه شنبه هفته‌ای که خب پس من الان میرم شعر رو آماده میکنم برمیگردم، چون الان تو این مجموعه نیستش. خب پس یک شعر دیگه از تو میشنویم. بله یک شعر دیگه میشنویم، بعد در ادامه برنامه اون شعر سورپرایزت هم میشنویم. باشه. یک ماجرایی هست، ماجرا که نمیشه گفت. مدت پیش من یک بار فقط این شعر رو از مجموعه شعر قلم هست، انتشارات هنس مدیای لندن 2014 منتشر شد. یک بار من این شعر یک جای خوندم، بعد خانمی از من شعر رو گرفت، گفتم که لطف کنید این شعر به نام خودم جایی نذارید، برام دردسر میشه. بعد این شد که بسیار بسیار شعر شهرت پیدا کرد. الان فکر می‌کنم همه دوستان این شعر رو شنیدن، اما نه به نام خود من، به نام دیگران جعل شد، از جمله به نام خانم بهبهانی. بعد افرادی بهش جواب دادن، دوباره افراد دیگری اومدن جواب اون رو دادن، داستان شد خلاصه. بله یادمه که تو انجمن گفتگوی آوای بوف هم داستان بلندی داشتیم در رابطه با همین شعر. حالا گفتم همون رو برای اولین بار بعد از اون ماجرا، البته بعد از اون داستان‌ها، برای اولین بار اینجا بخونمش. بسیار عالی، میشنویم. میگه که واعظا کافر و بیدین و خرابم به تو چه؟ واعظا کافر و بیدین و خرابم به تو چه؟ واعظا مست می و شرب و شرابم به تو چه؟ تو اگر مستعد نوحه و آهی چه به من اگر عاشق سنتور و ربابم به تو چه؟ تو اگر غرق نمازی چه کسی گفت چرا؟ من اگر وقت اذان غرق به خوابم به تو چه؟ تو اگر لایق الطاف خدایی خوش باش، من اگر مستحق خشم و عتابم به تو چه؟ دنیا گرچه سراب است به گفتار شما، من به جد طالب این کهنه سرابم به تو چه؟ تو اگر بوی عرق میدهی از فرط خلوص و من رایحه مثل گلابم به تو چه؟ من اگر ریش ستیغ کرده ام از بحر ادب و اگر مونس این ژیل تو آبم به تو چه؟ تو اگر جرعه خور باده کوثر هستی، من اگر درد کش باده نابم به تو چه؟ تو اگر طالب حوری بهشتی خب باش، من اگر طالب معشوق شبابم به تو چه؟ تو گر از ترس قیامت نکنی عیش عیان، من اگر فارغ از روز حسابم به تو چه؟ تو اگر صیغه کنی دختر 9 ساله چه باک، من اگر جی اف 30 ساله بیابم به تو چه؟ تو به هر صیغه معصوم نهی نام ثواب، متنفر اگر از نام ثوابم به تو چه؟ تو به جد طالب یک کهنه تفکر هستی،
و من ار طالب یک کهنه شرابم، به تو چه؟ تو به آن حی صلات عربی دل خوش کن و من ار سوی نمازم نشتابم، به تو چه؟ تو اگر موش صفت هستی و بزدل، چه به من اگر شیردل و پنج عقابم، به تو چه؟ تو فقط طوطی و طاووسی و بلبل، خوش باش آبتین هستم و مانند غرابم، به تو چه؟ به تو چه. دقیقاً تک تک اینها رو من گفته بودم و من جوابشون رو داده بودم توی این شعر. بعد برام داستان شد. بله، خیلی ممنونم. شعر بسیار با مفهوم و بسیار مناسبی بود. البته آقای خوجبری زنگ اول رو زدن، بعد شما دیگه در ادامه گیر دادیم فعلا به شیخ. حالا ببینیم چی میشه در ادامه. امیدوارم به جای خیلی باریک بکشه و بتونیم به هر حال با این شیخ آقا ها. شما که پشتتون گرمه، برای ما فردا دردسر میشه. نه آقا، ما هیچ جامون گرم نیست. ما همینجا هم به هر حال از تیررسشون چیز نبودیم، بله، دور ماجرای نبودیم، آبجو رو ولی خبر داریم ما. ولی خب به هر حال باید، چاره ای نیست. آدمی که توی درست طوفان قدم میزنه باید دیگه به هر حال درست. داشته باشه دیگه، همه چیز رو به جون بخره. بله خیلی درست. ممنونم آبتین جان. خواهش پس میکنم. شما اون شعرت رو پیدا کن چشم. من دو سه تا شعر تا پیرامون زن و روز 8 مارس دارم، الان میگردم هر کدوم دم دست بود رو میارم تقدیم میکنم. چشم. بسیار عالی، خیلی ممنونم. خواهش چون به میکنم هر تا شما حال من رو چند خارج روز کنید، دیگه من هست. نمیتونم. چشم. باشه، حتما. مرسی، ممنونم. پایان فعلا. باش. فعلا. بله، بسیار ممنونیم از آبتین عزیز که شعر خوبشون رو اجرا کردن. بله، با این شعر ما داستان‌ها داشتیم توی مجموعه انجمن گفتگو که چندین بار بحث شد در موردش. ادامه میخوام که یه شعری تا حامد عزیز یه مقدار جابجا بشن و بتونن یه اینترنت مناسب تری پیدا کنند، من یه شعری بخونم. حالا دوستان چون لطف کردن و شعری اجرا کردن برای مناسبت مبارزه با شیخ، من هم بد نمیبینم که از حال و روز خودمون در واقع یه مقدار از دوران بچگی و دورانی که بزرگ شدیم، در سیستمی که بزرگ شدیم، یه مقدار اعتراضی هم هست. امیدوارم حوصله کنید و این شعر رو از من بپذیرید تا بعد بریم سراغ سورپرایز امشبمون که یکی از دوستان بسیار خوب مجموعه آوای گوف هستن و قرار برای ما برنامه اجرا کنید. حامد جان، امیدوارم تا من شعر رو میخونم شما جابجا شده باشی و یه اینترنت مناسب پیدا بکنی. من چند بار اضافه کردم، متاسفانه اضافه نشدی توی برنامه. این شعر که میخونم براتون در مورد دهه 60 هست، دهه‌ای که ماها همسن و سالای من توش بزرگ شدیم. سالها از خواب ما میگذرد و همچنان سگی در بیرون غار در این فتنه بی سر زوزه می کشد. سالها قبل در خیابان جنون روسبی خانه ها را برای درمان عاشقی ما بستند و کافه ها را برای صفهای نماز. دهه 60، دهه پست. ما دلغک های غمگین در سیرک مذهب بزرگ شدیم، بزرگتر شدیم و صفهای طولانی نان را رقم زدیم. با کاردهای بی پنیر و پیتهای بی نفت، با هیجان به مدارس در پیت هجوم بردیم، باختیم. هر روز سنگرهای سکس و سنگک را تا پشت خطوط فقر در
نبرد حسرت مغلوبه شدیم. دهه 60، دهه انگشت 60 به ما تحت تحجر. پل معلق تمدن بر رود تمرد شکست. جشن سالگرد زمستان در بهار بود و کسی از مرگ نمی ترسید. مرگ موجب عجیبی است. مرگ یک ملت بیماری لاعلاج و شگفتی است. و هنوز چخماق میکشند و هنوز چخماق میکشند شستها بر شقیقه های منقبض، بر مواضع پایدار در سر دار. دهه 60، دهه پست، قرن بی سرپرست. خیلی ممنونم از اینکه گوش کردید. اجازه بدید من دوباره تلاش بکنم تا ببینم حامد عزیز رو بتونیم اضافه کنیم توی برنامه که بله. سلام حامد جان، شبت بخیر باشه. قربان شما، شب شما هم بخیر. دوباره من امشب کنیم موجبات آزار اذیت همه رو فراهم کردم. من خیلی تلاش کردم که اکسپت کنم، یه درخواستم فرستادم ولی ظاهرا امکان پذیر نبود. خیلی خوشحالم که طلسم شکست. آره فکر کنم فیلتر شکن دوباره لازم شد، چون من فیلتر شکن کردم باز کردم موفق شدم. خب پس دوستان دیگه هم اگر دعوت کردیم و نتونستن بیان بالا حتما از فیلتر شکن فکر کنم با فیلتر شکن امکان پذیر باشه. خب خوبی؟ حالت خوبه؟ قربانت، خیلی ممنون. خوشحالم که باز تو جمعتون هستم. من امشب یه جایی هم مهمان هستم، حالا اومدم توی اتاق و گفتم که هم یه دیداری تازه کنیم، هم اگر فرصت شد حالا یه شعری هم بخونم. حتما. خیلی عالی. ممنونم که در اون شرایط سخت این لطف رو در حق ما کردی که شعر بخونی. اختیار دارید. خودم دوست داشتم که در جمع باشم. ممنونم. مرسی. من یه نقیضه میخونم، حالا اگر فرصت شد بعدش یه ترانه میخونم، اگرم نه که همین به همین نقیضه بسنده میکنم. بسیار عالی. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، دوستهای پاچه خاری داشتیم. پیش خود گفتیم شاید آدمند، خود غلط بود آنچه میپنداشتیم. هی به ما اصرار که پاشو بیا، حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. با ون ناجا رسید و خفت کرد، ورنه با تو ماجراها داشتیم. شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما خروس پیر لاری داشتیم. نفخ روده را نخود دید و بگفت، ما دم همت برو بگماشتیم. نکته ها رفت و شکایت کس نکرد، جز جناب ما که هاری داشتیم. گفت خود دادی به ما دل حافظا، ما که با تو فاز کاری داشتیم. خیلی ممنونم. بسیار عالی بود، نقطه جالبی بود. خیلی ممنونم بابت این شعر بسیار زیبا. امیدوارم که دوباره بتونی شرکت کنی، یا میترسم که دوباره بری پایین و سخت باشه آوردنت، ولی امیدوارم که دوباره بتونم دعوتت کنم که شعر بعدیت هم بخونی. خیلی ممنونم. مرسی. فعلا متشکرم. ممنون. مرسی. خب امشب یک مهمان عزیزی داریم که از دوستان بسیار قدیمی ما در مجموعه آوای بوف هستند. من اجازه بدید دعوت کنم اول از ایشون. می‌دارم که
بتونن وارد برنامه لایو بشن که قراره برای ما آواز بخونن. سلام و درود بانو کامران. ارادت، امیدوارم که ایام به کام باشه. خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که بعد از سالها شما رو میبینم و ممنونم که لطف کردید و افتخار دارید که توی برنامه ما شرکت بکنید. لطف از شما که اجازه دادید من در این برنامه. خواهش میکنم. شما جزو افتخارات مجموعه هستید که از سالها پیش با هم به هر حال کار کتاب صوتی انجام میدادیم و همیشه لطف شما شامل حال ما بوده و هست و امیدوارم در آینده همچنان باشه. سپاسگزارم، نوازشاتون به جانم نشست. در ابتدای هم خواستم بگم که من نه شاعرم و نه قلمم. در نتیجه شاید به قول مرد 1000 چهره و مرد 2000 چهره یک کاراکتر اشتباه باشم امشب. اما خواستم یک غمنامه‌ای رو کنار شماها زمزمه بکنم با زبان مادری خودم، زبان ایرانی. یک غمنامه‌ای که شاید خیلی رفت به وضعیتی که الان ما داریم. بله حتما. صدای خیلی خوب و گوشنواز شما حتما میشنویم و خیلی خوشحال میشیم. سورپرایز در واقع برامون. خواهش میکنم. قبلش من عذرخواهی بکنم که من خواننده هم نیستم. در رابطه با کتاب‌های صوتی اوضاع خیلی فرق میکنه با آواز خوندن، ولی من خواننده نیستم. اما شما میدونید که من برای دل خودم زمزمه. اگر اجازه بفرمایید باید. بله خواهش میکنم. امیدوارم که این برای دل خودتون خوندن همچنان گسترش پیدا کنه و همه بتونن از این لذت بهره مند بشن، فقط دل خودتون نباشه. با توجه به سابقه صدای خوبی که از شما به هر حال سراغ دارم. بله میشنویم. بیا ابرانای باد و بورانای ستاره دنی ای آسمان ترسم ورده که می کلامانای وای می بوزانای می گسندان هن تمام بونه ای زمستانای باد و بورانای برف و توفان آفتاب ده تبه سبت چاکانای کوه و کامانای دشت و دامان سرخ گل در بایه در بهارانای ماما بزنن می براکان در کمین درن بشنو برگانا ترسم آفر و بمبیم و توفان می بودکانا می بودندانا وی می براکان می بودکانا می بودندانا وی می براکان کدامی کلامش بگیته جور کلهتانه بر بگیته بودالش دیل غم بگیته می دیل تو را بای خدا جان تنخانه بوشانی زمستان آتش بگیره جان برگان خدا تو بدر می بزرگانای می گسندانای می براکان خدا تو بدر می بزرگانای می گسندانای می براکان می بزرگانای می گسندانای می براکان می بزرگانای می گسندانای می براکان. به به. مرسی مرسی.
خیلی عالی بود. ممنونم، خیلی لطف کردی. البته من گیلکی خیلی بلد نیستم، یک کوچولو بلدم و اون وسطش اون قسمت خیلی مهمش رو کامل متوجه شدم در رابطه با زمستان و آتش گرفتن جون گرگا و اینا که این شعر اعتراضی هست. دقیقا نقطه عطفش هم همینه که میگه خدایا به آغل من شب افتاده و تمام کوه‌ها بالاش پر برفه و این گالش غمگین دلش غم افتاده، دل من دیوونه شده و کی میخواد این زمستون بره، آتیش بگیره جون گرگ هایی که توی این سرمای سخت زمستون. بله، امیدواریم که هرچه زودتر آتیش بگیره و از شرشون خلاص بشیم. خیلی خیلی ممنونم با صدای بسیار زیبا و اجرای عالیتون. ممنونم. مرسی. خیلی ممنون. متشکرم که اجازه دادید برنامه حضور بدید. خواهش میکنم، خیلی خیلی لطف کردید. من انجامش میدم. خیلی خیلی ممنونم، لطف کردید و شب خوبی براتون آرزو میکنم. متشکرم. هم از شعر زیبایی که به زبان گیلکی خانم کامران اجرا کردن و خیلی ممنونیم ازشون که با یک در واقع برنامه متفاوتی بود از موضوع شعر و شعرخوانی، ولی خب بی ربط نبود. به هر حال شعر و موسیقی و مخصوصا شعر و موسیقی اعتراضی من فکر میکنم که میتونن بسیار هم خانواده و نزدیک باشن. شبت بخیر. خوبی؟ شبت بخیر باشه. سلام قاسم، خوبی؟ ممنون، مرسی. فکر کنم صدا رو با تأخیر داری، درسته؟ آره. آره. من داره میشتم. خب اون یه اشکال از اینترنت شماست فکر کنم. من هم تصویرتو دارم هم صداتو. خیلی ممنون و خوشحالم که امشب هم توی برنامه هستی و اینکه ما رو خوشحال میکنی با شعر جدیدی که اجرا میکنی. قربونت برم ازم. خدمت شما عرضم که من علل حساب یه غزل تقدیم کنم تا فرصتی دوباره اگر شد. حتما. ممنونم. دات میکنم. رفتی و رفتم تا رویدن در تنت باشم، رفتی و رفتم تا رویدن در تنت باشم، بی که بدانی هم وبال گردنت باشم. هی دورتر هی دیرتر اصلا خیالی نیست، وقتی که در پنهانترین بودنت باشم. تنهاییت را با خودت در خلوت بسیار، با هر کسی بردی منت در باطنت باشم. روزی به رویا بافتن با بافه موهات، یک شب ولی وا کردن تلخ دهن باشم. ترخیدی و ترخید دنیا آنقدرها که برگشته ای تا پاسخ بیهودنت باشم. من انتظارم آنچنانی نیست، کافی بود جای فقط یک دکمه از پیراهنت باشم. سپاس که شنید. خیلی خیلی ممنونم. غزل بسیار زیبایی بود. خیلی لذت بردم. ممنون. امیدوارم دوباره بتونم اضافه کنم تو برنامه، چون یه بار سعی کردم نشد، دومین بار شد. حالا امیدوارم که بار دیگه هم بتونم خیلی راحت اضافه کنم توی برنامه. ممنون. مرسی. فعلا. من رخصت می‌دم. خواهش می‌کنم. مرسی. عالی. دوستان عزیز امشب هم اعتراض کردن و هم شعرهای بسیار خوبی شنیدیم از عزیزان. اجازه بدید که دوباره در خدمت
جناب آقای هوژبری باشیم اگر. بله، درود دوباره. قربانتون برم. نمیدونم باز هم تو سر آخوند بزنیم یا نه؟ بزنیم آقا، امشب ظاهرا دل همه پره. امشب فقط تو سر آخوند زنیه. من یه 2 بیتی میخونم، یه غزل، ولی خب 2 بیتی کوچیک. عالی. از بحر حسین جامعت چاک کنی، با دست ز چهره اشک خود پاک کنی. لاکن چو حساب پول آید به میان، چون شمر شوی و کار ناپاک کنی. مرسی. اما این یکی به نام صاحب دستاره، اینا همش آخوندیه. خلاصه هر که شد صاحب دستار در این دور و زمان، کار او کوک شود در همه آفاق جهان. خورد و خسبد و نفرین بکند شمر و یزید، گرچه باشد بتر از هر دو در اوقات نهان. می شود معتمد و قاضی و در رأس امور، از خودیها به حساب آید و از اهل مهان. ریشه اش جهل و خرافات و زبانش عربی، ناشر تعزیه و شیون و درد است و فغان. محتسب بوده و هست این دغل مرده پرست، که نبوده به جهان بدتر از او بین ددان. عالی بود، عالی بود. ممنونم. مرسی. به هر حال خیلی خوشحالم که از این ابزار خیلی خوب برای اعتراض و برای حرف دل خیلی از مردم ما استفاده میکنید. بسیار عالی. ممنونم. شما خودتون دراب کنید. جان؟ میگم شما خودتون دراب کنید برای نفر بعد. بله بله، حتما. چشم. ممنونم. مرسی. شبتون بخیر باشه. شبتون خوش. بله، بسیار عالی بود. ممنون از جناب هوژبری که همیشه دوست داریم همیشه شعرهای اعتراضی بخونند. خب بریم دوباره سراغ آبتین عزیز. امیدوارم که شعرشون رو آماده کرده باشن. به به. درود آبتین عزیز. درود بر خودت. آقا من 3 تا پیدا کردم. به به. یکیشو که بیشتر دوست دارم میخونم. من نمیدونم چجوریه که شعرهایی که خودم دوست دارم بقیه دوست ندارن، اونایی که خودم دوست ندارم بقیه دوست دارن. همیشه همینجوری بوده. اینو خوشبختانه هم خودم دوست دارم، هم بعضی دوستان گفتن که دوست داشتیم. امیدوارم که دوستان پسند اینجا هم باشن که خوششون بیاد. فقط پیش از اون یه توصیه کنم به دوستانی که توی ایران هستن. من الان که رفتم برای شعر متاسفانه نتم تموم شد و ناچار شدم دوباره نت بگیرم. استیمم قطع بود، اومدم با ایرانسل گرفتم. با ایرانسل بهتر داره جواب میده. دوستان که تو ایرانن اگر با سیم کارت ایرانسل بیان فکر می‌کنم راحت‌تر باشن. اوکی. اینم قابل توجه دوستانی که در ایران هستن. مثل که نتش بهتره. حالا چرا نمیدونم. چه داستانی پشتشه خبر نیست. آقا میگه آوای شورانگیز تنبور و ستارم. آوای شورانگیز تنبور و ستارم، سبزی خوش رنگ و لعاب جویبارم. ژرفای شعر دلکش پاییز هستم، عطر طرب انگیز صبح نوبهارم. این در وصف زنان هست، از زبان زنان هست. شوق نهفته در دل عشاق مستم، سرمستی و شور شراب کهنکارم. گرچه کنون در دست نااهلان اسیرم، شاهزاده تاریخی با اعتبارم. شیرین و ویس و لیلی و گردآفرینم، رودابه و گلشاه و 10 بیشمارم. هم دلبر دیوانه خوش آب و رنگم، هم عاقل دانش پژوه هوشیارم. در دست نقاشان نماد دلبریم، در شعر شاعرها بتم شنگم نگارم. با رقص و شادی نام من پیوند دارد، من الفتی بازاری و ماتم ندارم. هر چند جام باده را از من گرفتند، خود باده ناب و اصیل و خوشگوارم. با زور شلاق و اسید
از پا نیفتم. من دور این وحشیگری ها را سر آرم. دیوار تابوی حجاب من فرو ریخت. من ترس از این تهدیدها در دل نکارم. کی مو پریشان کردن از خود دور خواهم، یا جنبش و رقص و نشاط از سر بدارم. همین. بسیار عالی، ممنون، قابل توجه. یعنی تقدیم به همه عزیزان و بانوان سرزمینمون که به هر حال درست در دست نااهلان اسیرن. درست اسیرن، ولی این اسارت رو هرگز قبول نکردند و همیشه تلاش کردند برای در واقع ابراز وجود خودشون که در واقع جنس دوم نیستند و اصلا جنس در واقع شاید بشه گفت مادر جنس هستن تا اینکه بخوان جنس فرعی باشن. حالا اگر اون شعر خونده بودم دقیقا همین بود. گفتن او مرد برمی خود چرا این حرفا رو داره میگن، تو خودت مردی. یعنی روز که من بازداشتم شدم گفتن تو به چه این شعرها رو میگی، مگه تو خودت مرد نیستی، رو چه حساب این شعرها رو گفتی؟ گفتم خب دیگه شما عقلتون نمیرسه، تقصیر من نیست. بله متاسفانه دیگه به هر چیزی گیر میدن دیگه، فقط کافیه که کوچکترین تناقضی با افکار کوچشون داشته باشه. خیلی ممنونم، لطف کردی که بابت این شعری که اجرا کردی و ما به روز زن هم نزدیک هستیم، بی تناسب نبود با این روزها. خیلی ممنونم که اینجا لطف کردی و شعرت رو اجرا کردی، متشکرم. اگه با من کاری ندارید من تو نتم خیلی داغونه دیگه. آره. بله حتما، موفق باشی. شبت خیلی خوشحال شدم بزرگوار. مرسی، متشکرم. پاینده باشید. فعلا شبت بخیر. سلام مجدد. سلام و درود دوباره. ایرانسل استفاده میکنی شما؟ بله. از خدمتتون که من یه بدون فوت وقتی ترانه بخونم چون باید برم، عذرخواهی میکنم. حتی شرحانی دوستان رو میشنم. یه ترانه کوتاه میخونم. منو به خونه برگردون، بذار تو دومنت باشم، بذار از سردی کابوس به گرمای تنت پاشم. دلم تنگ برای تو، یه کاری کن دلم باشه، یه قرنم بگذره غربت نمیشه خونه ماشه. پلی تا منو به خونه برگردون، پلی تا غربت من شو، اگه دیوار صد میشه برای من تو روزن شو. بذار تو دومنت باشم، دلم تنگ برای تو، 40 ساله شده بغضم، کجاسون شونه های تو. درختای تو رو روزی تبرها ریشه‌کن کردن، بدون خاک تو غربت درختاتو کفن کردن. دلم تنگ برای تو، منو به خونه برگردون. منم حق دارم از خاکت، منو این قوم سرگردون. منو به خونه برگردون، بذار تو دومنت باشم، من از خاک تو هم باید یه ذره از تنت باشم. خیلی ممنونم. بسیار عالی، ممنونم. خیلی لطف کردی که با شرایط مهمانی که داشتی امشب ما رو مستفیض کردی از شعرهات. خیلی ممنون. برو به مهمانیت برس، مزاحمت نشیم. مرسی، شبت بخیر باشه. متشکرم، خیلی لطف کردی. شبت بخیر باشه. درود دوباره. یوسف عزیز، صدای من رو داری شما؟ بله هستی، اما تصویر ثابت شد. تصویر ما زیاد مهم نیست، تصویر شما مهمتره. در خدمت هستیم. بله. آقا من باز یه غزل بخونم. یک تکه از خویشم ولی این تکه هم من نیست، این پازل در هم پریشان شکل آدم نیست. او و تو و آنهای دیگر ریخته در من، با این همه چیزی به نام من در این فن نیست.
افکار هر یک طرف، دل یک طرف احساس. پخش و پلای کاهدانم جای سوزن نیست. شخمیده شد روح و روان شاعری هایم با این همه، حتی عبور آهنینگاه. من اشتباه خوندم. شخمیده شد روح و روان شاعری هایم، اما نشانی از عبور گاو آهن نیست. دنیا که آمد نام او یوسف شد، اما من میدانم این را که درونش غیر از زن نیست. اصلا سند می آورم، پی شعر می زاید. پس بیگمان در ناتوان مرد بودن نیست. مسجد که می رفتم خدا باور شدم. روزی بیرون زدم از خود و دیدم نه، یقینا نیست. یا هست و هست او همان نیستی معنی است، یا نیستی هم هست و هست ما دمادم نیست. از فلسفه بیزارم، اما منطقی باشیم. هستی به جز جر خوردن آدم و حوا نیست. سپاس. به به، خیلی عالی، ممنونم. شعر بسیار زیبایی بود، لذت بردم. ممنون، مرسی، خیلی خیلی لطف کردی که 2 شعر خوب رو اجرا کردی امشب. ممنون، شبت بخیر باشه. امیدوارم که شب خوبی داشته باشی. مرسی، متشکرم. پرسیدن که شعر هم چاپ میکنیم. مجموعه ما بعد در انتشار کتاب و آثاری که در ایران امکان انتشار ندارند به صورت رایگان فعالیت میکنه. شما میتونید اگر آثاری دارید که برای انتشار و ثبت در شبکه جهانی نیاز به در واقع همکاری داره، میتونید آثارتون رو بفرستید، از طریق ایمیل بفرستید برای مجموعه آوای بوف، avay.boof@gmail.com ارسال کنید. حتما شما رو راهنمایی میکنیم که به چه شکل میتونید آثارتون رو منتشر بکنید. خب دوباره من بله، متاسفانه شنیدم که اینترنت تهران و کرج زیاد مناسب نیست. سلام آراد جان، صدای من داری؟ بله صدای منو دارید شما؟ بله داریم، الان صدا و تصویرتو داریم. خوب هستید؟ ممنونم، مرسی. شما خوبی؟ حالت خوبه؟ متشکرم. خیلی خوشحالم که دوباره توی برنامه داریمت و قرار شد که شعر بشنویم از تو امشب هم. من 2 تا آماده کردم که اولش از خودم هستش به نام من و تو، اونم لذت ببرید. حتما. من مرغ آزاد، تو بال و پر من، من مست و بی حال، تو باده من. من سکوتم و تو تنهایی من شهرزاد و تو قصه من. من مسرور و شاد، تو نغمه من کهنه کتابم، تو افسانه من صیادم و تو قایق من روحم و تو پیکر من سینه‌ام و تو نفس من زبانم و تو سخن من دریای خروشان، تو ساحل من سفرم و تو مقصد من کوچه گردم و تو منزل من پیاده در شب، تو مثل نور روشن در ره من نمازم و تو قبله من نیازم و تو خواهش من انگشتر و تو نگین الماس من جانم و تو همان خونی در رگ من گم شده در طوفان زمانم، تو ناجی من مشک نافه، تو آهوی ختن امیدوارم لذت برده باشید. مرسی، ممنونم. شعر خیلی خوبی بود، متشکرم بابت شعری که خوندی. خب شعر بعدی چیه؟
شعر بعدیم اسم شعر بعدی فروغ هستش. دوباره از فروغ میخوای بخون؟ بله. عالیه، مرسی. نگاه کن که غم درون دیده‌ام، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. شراره‌ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عدرها و نورها. نشانده‌ای مرا کنون به زورقی، ز عاجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر، مرا ببر، امید دلنواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پرستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم. چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برکه های شب شدم. چه دور بود پیش از این زمین ما، به این کبود غرفه های آسمان. کنون به گوش من دوباره می رسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها. مرا بپیچ در حریر بوست، مرا بخواه در شبان دیرپا. مرا دگر رها مکن، مرا از این ستاره‌ها جدا مکن. خیلی ممنونم که گوش کردید. ممنون، خیلی لطف کردی. شعر خودت هم بسیار زیبا بود. معلومه که هم مطالعه شعر زیاد داری، هم استعدادشو داری. امیدوارم که در آینده شعرهای خوبتر و قشنگتری دیگه ای هم ازت بشنویم. ممنون، شبت بخیر باشه. شب شما هم بخیر. مرسی. برای حسن ختام برنامه یک شعری رو هم دوباره از خودم اجرا میکنم و بعد برنامه رو به پایان میبریم. زار میزند این تن و از نبودت، نرشاخ به دیوار صبر میکشد. استخوان زمین از زمستان مداوم، دوام در کف نمیدارد و دار بلند سکوت گره بر ابر حوصله میخورد. در درجه 37 کامل، گرمای تنت هیزم تنهایی کدام تمایل است؟ و در ماه خونین بیخندت، استیلای دستان جنون مرگ کدام گنجشک را می پرورد؟ این زجر کشی چه سود که شکار در تیررس توست و خاک سرخ در شیار بهاره ملتهب آبستن بذر عشق است. قربانگاه به فرمان توست و اتفاق از سر انگشتانت سرازیر می شود. فرو مگذار، فرمان ده ای فاجعه نزدیک، فرمان ده. خب دوست عزیز، من شما رو اضافه کردم توی برنامه ولی متاسفانه از برنامه خارج شدید. احتمالا اینترنتتون ایراد داشت. لطفا اگر یه چند دقیقه وقت داریم میتونید دوباره درخواست بدید من شما رو اضافه کنم. و
بله، اشعاری که توهین به دین داره قابل خواندن است. بله، اینجا هیچ محدودیتی برای اجرای شعر نداریم. دوستان هر شعری داشته باشن میتونن اجرا کنن. البته الان دیگه تقریبا برنامه ما رو به اتمام است. اگر علاقمند هستید که شعر اجرا کنید، اشعار خودتون رو بدون هیچ محدودیتی، بدون هیچ گونه در واقع سانسوری، میتونید اینجا شعرتون رو اجرا کنید. خب دوست عزیز دیگه ای اعلام آمادگی کردن با اکانت افکار پلید. دیگه امشب این عزیز رو هم داشته باشیم توی برنامه که دیگه اچافی در حق هیچ کس نشه. امیدوارم که درود دوست عزیز، صدای منو دارید؟ سلام. سلام و درود، وقت شما بخیر باشه. دارید صدای منو؟ به قول دوستان فکر کنم باید از ایرانسل استفاده کنید. صدای منو میشنوید؟ سلام. سلام، وقت شما بخیر باشه. ما چند لحظه خوبید شما رو انشالله؟ صداتون رو نداشتیم. ممنونم، مرسی. آره یه شما خوب لحظه هستید؟ قطع شد. من بله. شایان هستم. ممنون خوبی آقا که شایان، شبت بخیر دنبال باشه. آوردین. ممنون. شب شما هم خواهش بخیر. میکنم، صدام خوبه؟ مرسی. بله بله، صدا داریم از شما. خوشحال میشم که شعرتون رو بخونید. الان صدا خب. صداتون رو داریم. شعرم بله. محمد گرچه رفته یا نرفته، سوار خر به معراجش برینم. بر الله و خودش هم جبرائیلش، کتاب و مکتب و دینش برینم. به اسلام و به قرآن و حدیثش، یکایک بر هر آیاتش برینم. علی هم ناکس و هم بیشرف بود، برام فرق سرش شاشم برینم. خدیجه، فاطمه، کلثوم و زینب، به قبر تک تک آنها برینم. کریم اهل بیت گویند حسن بود، به روی شبه پیغمبر برینم. حسین سالار احمار دو عالم، بران زخم پس گردن برینم. ایا عباس ای باب الحوایج، به مشک و چشم و دستانت برینم. علی اکبر جوان ام لیلا، بران قد و پر و بالت برینم. علی اصغر ایا نوزاد تشنه، به لبهای ترک خوردت برینم. لبت تشنه گلویت پاره پاره، به خون رفته بر گردون برینم. رقیه دختر معصوم 3 ساله، در آن ویرانه بر قبرت برینم. ایا سجاد زنازاده بیمار، به سجود شبانگاهت برینم. محمد بود به واقع ناقص العلم، به القاب دروغینش برینم. الا ای جعفر کذاب و مکار، بر آیین تشیعت برینم. همی گویند موسی بود در بند، در آن زندان بر آن بندش برینم. وبال گردن ایران رضا شد، به جام زهر آلودش برینم. به ایران آمد و ایرانیان را، عذابی شد بر آن قبرش برینم. به محمد و علی و عسکری هم، برینم من برینم. ولی افسوس هنوز این قصه باقی است، همی خواهم بر این قصه برینم. امامی ساختند غایب ته چاه، بر آن منزلگه غایب برینم. کلینی و خمینی گجستک، به قبر تک تک هر دو برینم. الا ای رهبر ظالم ستمکار، بر آیین ستمبارت برینم. تو ای خامنه ای ناکس گرمساق، بشاشم بر دهانت هم برینم. تو ای دزد و چپاولگر یک دست،
بران یک دست معلولت برینم. تویی سردسته دزدان ایران، بران ریش و برآیینت برینم. بس از شایان کلام آخرت گو، برآیین همه ادیان برینم. ممنون از لطفتون. خواهش میکنم. مرسی بابت شعر حجمی که اجرا کردید. لفظش خوب نبود ولی خودم سروده بودم، خواستم اگه اجازه بدید بخونم. بله خیلی ممنونم، لطف کردید شعرتون رو خوندید. البته شما که انقدر هم استعدادشو دارید هم خوب میتونید نقد کنید، به نظرم شعر هجر خیلی خوبه در اعتراض و در گفتن خیلی چیزها که جامعه شاید براشون تابو باشه. اینها میتونه به هر حال اون ارزش هایی که جامعه شاید برای مردمش تحمیل کرده باشه، شاید به هر حال یه شیوهی باشه که بشه باهاش مبارزه کرد. این هم یک شیوهیه. بله. به هر حال دوستان عزیز، ما ابتدای برنامه گفتیم با اعتراض به شیخ شروع شد، آخرش هم که آخرش به این پاییز رسید. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید بابت شعر. مرسی از لطفتون. شبتون بخیر، وقتتون بخیر. شب شما هم بخیر باشه، موفق باشید. مرسی همچنین. خب ممنونیم دوستان عزیز. به هر حال پیام‌های خیلی متفاوتی رو من می‌بینم. به هر حال این هم یک سبکی از شعر، چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، همونجوری که همیشه عرض کردیم به هر حال تریبون آوای بوف هیچ وقت هیچ کس رو محدود نمی‌کنه و تمام عقاید به هر حال با شیوه‌های مختلف نقد میشن دیگه. و خیلی ممنونم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. خیلی خیلی لطف دارید نسبت به مجموعه ما، همیشه همراهی میکنید، یاری میکنید ما رو و تشویق میکنید که برنامه ها رو تداوم بدیم و همچنان داشته باشیم. و امیدوارم که شب و روز خیلی خوبی داشته باشید در پناه خرد همچنان. و بله دوستان، خب به هر حال شعر هجر معمولاً توهینه، شما چه بخواید چه نخواید. اینم پایان ماجرا بود. خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه و در پناه خرد سالم و سلامت باشید. AvoyaBooth.com